سلام به تمامی دوستان خلاق و پروداکتیو پیج هیوریستیک ویژن. من حمید اسدی هستم و در این قسمت از مجموعه آموزش ها به سراغ نصب لینوکس بر روی ماشین مجازی میریم. امروزه در دنیای آیتی و برنامه نویسی کار با لینوکس اهمیت بسیار زیادی داره و حداقل تمامی افرادی که تو این رشته هستن یک بار حداقل گذرشون به لینوکس میخوره یا نیاز دارن که یه سری اطلاعات پایه و ابتدایی رو راجع به این سیستم عامل داشته باشن. خب دوستان، من سعی میکنم تو این قسمت حالا خیلی تو بحثای حاشیه نرم و بیشتر واسه اینکه زمان ویدیو هم کوتاه بشه بیشتر موارد مورد نیاز رو فقط ذکر میکنم. حالا اونایی که علاقه دارن به تاریخچه لینوکس و اینکه کلا بدونن ساختار لینوکس به چه شکلی است که اونو میتونن حالا از طریق سرچ و اینترنت به دست بیارن. من در این قسمت میخوام برای شما لینوکس لوبونتو رو میخوام نصب کنم. خب اونایی که حالا مقادیری اطلاعات دارن یا لینوکس کار کردن خب میدونن، ولی من حالا اینا رو برای اون دسته از دوستانی میگم که اولین باره که میخوان وارد دنیای لینوکس بشن. ببینید، لوبونتو یک توزیع سبکی بر پایه اوبونتو هستش و در مجموع میشه گفت بر پایه دبیان هست که اکثر برنامه ها، اکثر کد نویسی ها بر این بستر خیلی خوب کار میکنن و از طرفی هم خیلی هم منابع و حداقل یه کامیونیتی خیلی بزرگی داره و شما میتونید سوالاتتون رو توی سایت های مثل استک اوورفلو، گیت هاب و جای دیگه بپرسید و به جواب برسید. حالا دوستانی که اگر سیستمشون قوی تر هست میتونن اوبونتو نصب کنن. من حالا این لوبونتو رو برای دوستانی در نظر گرفتم که سیستمشون یه مقداری ضعیفتر هست. لوبونتو 2 گیگ رم و 2 هسته سی پی یو نیاز داره برای کار و خب اگر شما بخواید کارایی بیشتری ازش بکشید و برنامه‌های سنگین‌تری ران کنید خب طبیعتاً باید سخت افزار بیشتری هم براش فراهم کنید. خب طبق معمول ما روی VMware Workstation 16 کار میکنیم دیگه. مراحل نصب مثل مراحل نصب سری قبل تو قسمت نصب ویندوز هست که من فقط دیگه گذرا از روش رد میشم، دیگه توضیح نمیدم. گزینه Create New Virtual Machine رو میزنیم، گزینه اول رو میزنیم روی تیپیکال یا همون Recommend. Next. برای لینوکس گزینه آخر رو بذارید. ما اینجا می اومدیم ویندوز می‌خواستیم نصب کنیم روی این گزینه میذاشیم، واسه CD یا روی این گزینه فایل ایزو رو معرفی میکردیم بهش. برای لینوکس میتونید ایزو رو معرفی کنید ولی اون موقع شما نمیتونید پارتیشن تنظیمات دایرکتوری رو نمیتونید تغییر بدید، به صورت دیفالت نصب میشه. برای همین بهتره که روی این گزینه سوم بذارید. حالا جلوتر میرسیم به مراحلش رو بهتون نشون میدم. خب اینجا خودش لینوکس انتخاب شده، از شما میپرسه که ورژن لینوکستون چیه. ببینید ما یه طیف وسیعی از ورژن های لینوکس داریم: سنت او اس، دبیان، فدورا، مینت، اوپنسوزه و خیلی چیزای دیگه. خب ما لوبونتو چون میخوایم نصب کنیم، لوبونتو نسخه سبک اوبونتوه. برای همین من میام اینجا اوبونتو 64 بیت رو انتخاب میکنم، میرم مرحله بعد نکس. اینجا میگه اسمشو بذار. من چون خودم یه لوبونتو دیگه هم دارم این اسم اینو متفاوت میذارم که برای خودم قاطی نشه. خب ورژنش هم که میخوام نصب کنم 18.04 فرقی نمیکنه. شما الان ورژن 20.04 هم هست که خب طبیعتا ورژن بالاتر نصب کنید خیلی بهتره. خب من اینجا میام آدرس رو میدم، آدرس نصب خب به نام لوبونتو 18.04 نکست. خب اینجا میتونم فضای هاردش رو تعیین کنم که خودش حالا ریکامند 20 گیگ میده. شما حالا بستگی داره بخواید چی کار کنید، بخواید برنامه نصب کنید، نرم افزاری نصب کنید و اینا، اون دیگه دست خودتونه. من برای مثال میام اینجا مثلا 100 گیگ در نظر میگیرم براش و چون من حالا اینا رو سینگل فایل میذارم واسه مدیریت خودم راحت تره. خب نیکست. اینجا میام کاستومایز هاردور و ببینید خودش اصلا دیفالت میذاره روی 2 گیگ. فقط اینو شما حتما باید نامبر آف پروسسورز رو 1 بذارید، کورش رو 2 بذارید. این 1 و 2 رو باید با هم دیگه جابجا کنید. خب
تمام. من حالا اینجا که ما گذاشته بودیم، اینجا میام از توی قسمت CD، اینجا میام فایل ایزو رو بهش معرفی میکنم. اون اول نباید معرفی کنید، باید اینجا این محل آخر معرفی کنید. من لوبونتو 1804 دسکتاپ دارم. اوکی و کلوز. خب فینیش میکنم. ببینید اینجا آدرس CD من هست. طبیعتا اگه حالا اونجا فراموش کردید، با کلیک روی این گزینه CD DVD دوباره این پنجره باز میشه و میتونید تغییراتتون رو اعمال کنید. خب کار شبکه هم که رو نت و همه چیز مرتبه. ماشین رو روشن میکنم که خودش الان از روی اون فایل ایزو بوت میکنه میاد بالا. میبینید گزینه اول انتخاب زبان. خب من رو انگلیسی میذارم. میگه که گزینه اول گزینه لایو هست. تمامی لینوکس ها این قابلیت رو دارن که شما میتونید بدون نصب کردن سیستم عامل رو اجرا کنید و استفاده کنید ازش، که حالا موارد مختلفی داره که حالا اون توی مبحث دیگه من توضیح رو میدم بهتون. گزینه دوم خب اینستالشه و گزینه سوم که واسه بحث تست کردنه، تست سخت افزار و اینجور چیزا. خب ما اینستال لوبونتو رو میزنیم چون میخوایم نصب کنیم. یه مقدار منتظر میمونیم تا بوت بشه. خب پنجره که الان باز میشه پنجره تنظیمات نصبه. خب اینجا مجددا زبان سیستما داره از ما میپرسه که خب انگلیسی باشه. مرحله بعد میگه انگلیسی چی باشه، حالا یونایتد استیتس دیفالت، همون رو تایید میکنیم. اینجا میگه خب نورمال بریزم یا مینیمال بریزم. نورمال که خب نوشته میگه وب براوزر یوتیلیتیز اینا رو هم نصب میکنم، ولی مینیمال خب یه سری چیزای بیسیکه، فقط ما روی نورمال میذاریم چون میخوایم از تمامی قسمت های سیستم عامل بتونیم استفاده کنیم. این خب تیکش هم که مشخصه، میگه آپدیت ها رو موقع نصب دانلود کن. برای من بهتره که باشه، لینوکستون رو همیشه آپدیت نگه دارید. و گزینه سوم هم حتما تیکش رو بزنید. اپلیکیشن های ثرد پارتی مثل گرافیکی، وای فای، اینجور چیزا، حالا دوستانی که بخوان مستقیم به روی هاردشون نصب کنن به عنوان سیستم عامل اصلی، باید حتما تیک این گزینه رو بزنن که وای فایشون رو شناسایی کنه و یه سری موارد دیگه. خب میریم مرحله بعد، کانتینیو. خب این قسمت برای نصب، برای پارتیشن بندی هارده، برای فرمت هارده. اینجا خب اون فضای 100 گیگی که من بهش دادم حالت دیفالتش اینه، میگه اون 100 گیگی که از هارد الان جدا کرده یه دور پاک میکنه، ایریز میکنه و روی همون میریزه. این قسمت هم میاد حالا اینکریپت میکنه دیتای شما رو برای موارد امنیتی. برای LVM از LVM استفاده میکنه. LVM واسه اینکه اگه چند تا هارد داشته باشید اینا بتونن مچ بشن با هم و به سیستم شناسایی بشن، که حالا هر کدوم اینا خب یه سری مباحث جدا داره. من فعلا از اینا رد میشم، اسکیپشون میکنم. روی گزینه آخر بذارید. به چه دلیل؟ ببینید گزینه اول دیفالت نصب میشه، ولی تمامی دیتای شما، تمامی سیستم عامل شما توی یه دایرکتوری نصب میشه و اگر هر اتفاقی برای اون دایرکتوری بیفته دیگه سیستم عامل شما بالا نمیاد و تمامی اطلاعات شما از دست میره. دقیقا مثل ویندوز میمونه که وقتی شما دارید نصب میکنید میایید پارتیشن بندی میکنید، درایو میسازید و خود سیستم عامل هم میاد یه قسمتی رو به عنوان بوتش جدا میکنه، بوت لودر سیستمش رو میذاره اونجا که اطلاعات بوت محافظت شده بمونه. دقیقا حالا میایم روی گزینه something else و اینجا ما میایم حالا به همون صورت اجرا میکنیم و خودمون دستی فضا میدیم به دایرکتوری ها. خب این پنجرهشه. روی گزینه نیو پارتیشن تیبل میزنیم و یه وارنینگی به ما میده. کانتینیو رو میزنیم. ببینید این الان حجم هارد منه، اون 100 گیگه که من بهش دادم، حالا بر حسب میل داره نشون میده.
خب روی به اضافه که کلیک میکنم میبینید که الان این کادر باز میشه برای من. حالا این کادرم پایین نمیاد متاسفانه که من بخوام پایین تر نشون بدم. خب حالا مشکل نیست. میگه اول سایزش رو به من بگو، پرایمری باشه، لاجیکال باشه، نوع دایرکتوریت، و از اول شروع کنم، از اول هارد شروع کنم به نوشتن یا از آخر هارد، و نوعش چی باشه. که خب حالا نوعش رو داری میبینید. ext4 بهترینشه واسه لینوکس، پرسرعت ترینه. یه سری حالا انواع پارتیشن بندی دیگه هست، XFS هست، FAT16 و FAT32 هم هستن که خب تو ویندوز قابل شناسایی هن، که اینا دیگه ممنوع رده خارج شدن دیگه. این ext4 بالاترین سرعت رو داره و بهتره. خب اولین کاری که ما میکنیم میایم یه قسمتی برای درایو، میخوام میگم درایو، همش با ویندوز اشتباه میگیرم، برای پارتیشن و دایرکتوری بهتره. دایرکتوری بوت ما یه فضای 500 مگی رو برای دایرکتوری بوت جدا میکنم که بوت لودر سیستم اونجا نصب بشه، که اگر هر اتفاق دیگه واسه بقیه قسمت های سیستم افتاد این جدا باشه قسمت بوتم، که حداقل سیستمم بیاد بالا، یا اگه واسه بوت اتفاق افتاد بقیه دیتام از دست نره. بوت حتما از نوع پرایمری باید باشه و حتما از نوع ext4 باشه واسه اینکه پرسرعت ترینه، واسه اینکه سیستمتون سریعتر بتونه بیاد بالا. خب حالا میگه ماونت پوینتش، یعنی من همین اسلش بوتی که به شما گفتم. ببینید تو لینوکس ما دیگه چیزی به نام درایو نداریم. دایرکتوریه و دایرکتوری هم همه با اسلش نمایش داده میشن. اسلش بوت رو من انتخاب میکنم و اوکی میکنم. میبینید که الان اینجا 500 مگ اضافه میشه به نام SCA1 میشناسه، انواع ext4 که تعیین کردم. خب ببینید ماونتش هم گفته دیگه اسلش بوته. خب میام روی بقیهش. من 100 گیگ دارم دیگه. خب میخوام چیکار کنم حالا؟ شما میتونید برای تمامی این قسمت ها بیاید یه حجم جداگونه تعیین کنید، ولی واسه شروع نظر من اینه که واسه 3 قسمت بیشتر نمیخواد فعلا حجم تعیین کنید. یه دونه بوت شماست، یه دونه روت یا ریشه شماست و یه دونه هم هوم شماست، دایرکتوری هوم شماست، که من تقریبا میام 50-50 میگیرم واسه هر دوشو، یا میتونید مثلا 40-60 هم بگیرید. هومتون خب تمامی اطلاعات و دیتاتون یوزرتون توی هومه. شما کدی بخواید بنویسید، نمیدونم فایلی بریزید، آهنگی، موزیکی، هرچی، همش تو هومتونه. اون دیگه حالا بسته به نظر شماست بخواید حجمش رو تعیین کنید. ولی اسلش روت شما سیستم عامل داره توی روتتون نصب میشه و نرم افزارها هم میرن توی روت میشینن و یعنی حجم روت هم پایین ندید. من حالا برای مثال میام 50-50 میگیرم. 50 گیگ میدم به روت، 50 گیگ هم میدم به هوم. خب 50 گیگ ما حالا از روی کلکولیتور ببینم 50 گیگ به مگش چقدر میشه؟ 51200 مگ. خب من اینجا میذارم 51200. نوعش هم پرایمری رو تعیین میکنم و همین بیگینینگ باشه، از ابتدا شروع کنه، و اسلشش رو میذارم چی؟ این اسلش خالی همون اسلش روته. میبینی بالاترین لول رو داره نسبت به بقیه، یعنی ریشه شماست. سیستم عامل اینجا نصب میشه. پس من اینو انتخاب میکنم و 50 گیگ بهش میدم. میبینید که الان اینجا 50 گیگ کشیده میشه به نام SCA2 و این الان شدش اسلش روت. من دوباره سلکت میکنم یه 51200 دیگه به عنوان پرایمری میدم به چی؟ اسلش هومم. من همه هم ext4 دارم میدم که لحاظ سرعت و اینا هم بالا باشن. خب 2 تا 50 تا دادم، یه ظرفیت تقریبا 4.5 گیگی واسه من مونده. ببینید تو لینوکس یه چیز دیگه ای که داره اینه که شما میتونید سواب تعریف کنید. سواب چیه؟ یه قسمتی از هارد و خود سیستم عامل میاد جدا میکنه به عنوان سواب فایل. مواقعی که مواقعی که رم شما پر میشه، سیستم دیگه کرش نمیکنه، میاد از هارد شما استفاده میکنه، از اون ظرفیت سواب فایلی که تعریف کردید استفاده میکنه.
سرعتش به شدت نسبت به رم پایینه و کنده، ولی باعث میشه که سیستم دیگه کرش نکنه. سیستم به شدت کند میشه، سرعت میاد پایین، ولی دیگه سیستم کرش نمیکنه. طبیعیش هم اینه که 2 برابر ظرفیت رمتون تعیین کنید، ولی بیشتر از 4 گیگ هم فایده ای نداره، چون سیستم مثلا 4 گیگ رو دیگه پر نمیکنه رو هارد که بخواد 4 گیگ ازش بخونه. برای مثال من الان چون 2 گیگ دادم رمو 4 گیگ تعریف میکنم، یعنی اصلا همین باقی موندهش حالا 4.5 گیگه که همین مابقیشه، من همینو میدم به سواب فایل. من اینو میذارم روی پرایمری دوباره. حالا این بیگینینگ هم بذارید که داره از بالا پر میکنه، اند هم بذارید که خب از آخر فرق نمیکنه. ماونت پوینت رو توی ماونت پوینت نیست، توی یوز اسه. ببینید یوز اس سواب اریا، برای سواب میایید اینجا استفاده میکنید و انتخاب میکنید. میبینید سواب رو انتخاب کردم دیگه، اون گزینه پایین رفت. اینم اوکی میکنم و میبینید که اینجا این 4.5 گیگ هم به عنوان لینوکس سواب رزرو میشه. خب دیگه این شکل کلیه. اگر خواستید حالا چیزی هم تغییر بدید که خب انتخاب میکنید، دبل کلیک یا اینا چنج یا منها رو هم بزنید که خب حذف میشه کلا. ببینید پس الان شد یه دونه من هارد دارم به نام SCA1 تو لینوکس اینجوریه، زیر مجموعش میاد SCA1 میشه واسه اسلش بود، SCA2 واسه اسلش روت منه، SCA3 برای هوم منه و SCA4 هم برای سواب فایل منه. اینم از این. خب این اینستال ناو رو میزنم، به من یه وارنینگی میده که میگه مطمئنی از این تنظیمات؟ من این رو نهایی کنم، میگم آره. کانتینیو رو میزنم و الان دیگه میره سراغ نصب سیستم عامل که خب با توجه به این که ما اون تیک دانلود آپدیت هم زده بودیم، طبیعتا شما باید اینترنتتون متصل باشه که بتونید نصب کنید. خب اینجا واسه تایم زون داره از شما میپرسه که کجا هستید، که خب الان روی اینترنت خونده که من تهرانم، ولی بهتره بذارید روی نیویورک، روی آمریکا، به خاطر بحث مینورهای مخازنه که حالا عجیبه الان نمیاره واسه من. نیویورک چون میخواستم رو آمریکا بذارم، اینجوری میشه. خب کلیک کرد. خب مثلا تورنتو میتونید بذارید واسه کانادا. ببینیم من نیویورک بذارم، متوجهش شد فکر کنم. آره. خب یوزرنیمتون رو تعیین میکنید. من مثلا یوزرنیممو اسم خودم میذارم. از شما میپرسه که کامپیوتر نیمتون چی باشه. من مثلا حالا این اسم دیفالتشه دیگه، خود وی ام ور میذاره، مثلا من اسمشو میذارم مای لوبونتو مثال. خب یورنیم و یوزرنیمتون طبیعتا یکی هستش. یه پسوردی میتونید تعیین کنید که من مثلا 1 2 3 4 میذارم. میتونید لاگین اتوماتیکلی رو انتخاب کنید که دیگه از شما پسورد نمیپرسه، هر وقت سیستم رو روشن کنید بدون پسورد لاگین میکنید. این پایینی هم باشه که خب میپرسه از شما. میریم برای مرحله بعد و الان دیگه میبینید که شروع کرده به نصب و اینجا به صورت حالا اسلایدهای مختلف یه سری توضیحات از لوبونتو به شما نشون میده، اینکه چی هست اصلا، از چه دسکتاپی داره استفاده میکنه. حالا دسکتاپش هم LXQT هست، حالا اگر خواستید راجبش مطالعه کنید. و خب من این فلشرم بزنم که قسمت کامل لاینشو داره به من نشون میده که چیا رو داره دانلود و نصب میکنه دیگه. حالا بسته به سرعت سیستم شما و اینترنت تقریبا بین 1 ربع تا 20 دقیقه 25 دقیقه تقریبا طول میکشه که نصب بشه. میبینید شروع کرد به نصب کردن دیگه. ما الان کاریش نداریم تا نصبش به اتمام برسه. بعد از نصب دوباره برمیگردم خدمتتون. خب دوستان الان نصب سیستم عامل ما به اتمام رسید و می‌بینید که پیغام ریستارت کردن رو به ما میده. قبل از ریستارت کردن شما روی از این نوار بالا روی اسم ماشینتون کلیک راست کنید، گزینه ستینگ، و
این قسمت CD و DVD اینجایی که ما الان مانتش کرده بودیم فایل ایزو، اینو بذارید روی یوز فیزیکال درایو که از این مانت ایزو در بیاد. اینو یس میزنیم، اوکی میکنیم و اینجا هم ری استارت. خب حالا منتظر میشیم که الان سیستم ما با تنظیمات جدید بیاد بالا. من یه بار به صورت دستی ریستارتش کنم. خیلی خوب، این صفحه که الان مشاهده میکنید صفحه لاگین سیستم عامل لوبونتو شماست. یوزری که من ساخته بودم حمید بود، پسوردم هم 1234 و لاگین میکنم. یه دسکتاپ بسیار ساده و سبک داره برای مناسب کسایی که سیستمشون سخت افزار قوی نداره، ولی خب میتونید اگر خواستید میتونید نصب کنید تم های مختلفی روش. خب ببینید الان مثلا داره میگه ورژن 24.2 موجود هست. من چون 18 نصب کردم، 18.4 نصب کردم، خب پایین تره. حالا من نمیخوام آپگریدش کنم. حالا بعداً شما اگه دوست داشتید میتونید آپگرید کنید یا اصلا ورژن بالاتر رو دانلود کنید. خب اولین کاری که میکنیم مثل مرحله قبلی که ویندوز نصب کرده بودیم، میایم VMware Tools رو نصب میکنیم. یه مقدار نصبش متفاوته با ویندوز که حالا با هم دیگه میبینیم. از این گزینه VM، گزینه اینستال VMware Tools رو انتخاب میکنم. یه درایوی مانت میشه الان، انگار که من مثلا CD گذاشتم. میبینید اومد بالا removable medium. خب من وقتی اوکی کنم ببینید یه پنجره واسم باز میشه، چند تا فایله. این فایل وسطی که tar.gz داره فایل فشرده شده است و کمپرس شده است. این فایل مورد نیاز ماست. من اینو کپیش میکنم روی دسکتاپ. خیلی خوب، دبل کلیک میکنم، گزینه اکسترکت رو میزنم و اکسترکتش میکنم. پیغام ساکسسفول هم به من میده. خب تمام کار ما الان توی این فولدره. خب ببینید یه سری فایل داره. فایل ما اینه، فایل اجرایی ما اینه که من روش کلیک میکنم و execute این ترمینال رو میزنم. خب بعضی وقتا باز نمیشه. بازم نشد مشکلی اصلا نداره. ترمینالمون رو ما باز میکنیم. خواستی ترمینال رو باز کنید، از این منوی استارت یه حالت شبیه ویندوز داره. روی سیستم تولز، الیکس ترمینال، این ترمینال شماست که حالا من اینو میتونم اینجا بیام اد تو لانچر بزنم، اینجا اد بشه واسم. خب طبیعتا این فونتش ریزه، دیده نمیشه، رنگش خیلی بده. همین اول کار بهتره تغییر بدید از ادیت پریفرنسز و اینجا میتونید تغییر بدید. اینجا مثلا من فونتشو بولد میذارم، سایزشو 12 میذارم، رنگ نوشته هامو مثلا میذارم روی تقریبا بنفش. اوکی میکنم. ببینید مثلا الان اینجوری شد. باز این حداقل بهتره، خانه‌تره. خب من حالا دستورات لینوکس حالا اینجا نمیخوام آموزش بدم، ولی تا حدودیشو بهتون بگم. الان این فولدر ما توی دسکتاپ هست. خب این حالا یه مقدار هنگم کردش، اصلا عجیبه. خب حالا کاری نداریم.
با دستور cd من وارد دایرکتوری میتونم بشم. اتفاقا یه آموزش کوتاه هم از غزل هستش توی پیج نیستا، کامنت های اولیه لینوکس، میتونید اونا رو هم ببینید استفاده کنید. من وارد دسکتاپ میشم، cd دسکتاپ، ls که بزنم لیستامو نشون میده. الان این دایرکتوری بودش که گفتم کار داریم، واردش میشم با cd vm تب بزنم کامل میشه. خب وقتی ls میزنم ببینید رنگ سبز، اینه که pl داره. فایل اجرایی ما اینه. چجوری اجراش میکنم؟ سودو اولش میزنم واسه اینکه دسترسی روت داشته باشم، با بالاترین سطح دسترسی سوپر یوزر اجرا میکنم. سودو فاصله نقطه اسلش vmware و ادامش. خب 1 2 3 4 رمزم میزنم. ببین من یه سوال میپرسه، میگه که آیا میخوای ادامه بدی؟ من دیفالتش نوعه، من اینتر کنم میاد بیرون، من یس تایپ میکنم و اینتر میزنم. ببینید الان وارد قسمت نصب VMware Tools من میشم و از من سوال میپرسه که این VMware Tools رو مثلا کجا بریزم. شما همه رو که اینتر کنید همه رو حالت دیفالت خودش، آدرس های دیفالتی که داره نصب میشه و اصلا نیازی هم فعلا نیست اصلا تغییری هم بدید. ببین الان صفحه من فول اسکرین میشه، x11 من نصب میشه، دوباره یه دور یعنی ریستارت میشه. و مهمترین قابلیتی هم که به شما میده مثل همون ویندوز اینه که قابلیت درگ اند دراپ دارید. یعنی شما از ویندوز اصلیتون، از سیستم عامل اصلیتون، حالا هر چیزی که باشه، میتونید یه فایل یا کپی کنید اینجا پیست کنید یا برعکسش. دیگه نیازی نیست مثلا فلش بزنید و از این داستانا داشته باشید. خب من اینجا هم اینتر میزنم. خب دیدید صفحه من کاملا فول اسکرین شد و دیگه مشکلی هم نیست. خب فقط واسه اینکه این قابلیت کپی کردن و اینا درست اجرا بشه یه دور باید ریستارت کنید. حالا یه مقدارم هنگ کرده. دستور سودو شاتدان داش آر که مخفف ریستارته و ناو یعنی همین الان. من یه دور ریستارت میکنم. سیستم با این تنظیمات جدید VMware Tools بیاد بالا. خب میبینید که صفحه هم کاملا همین اول فول اسکرینه. خب من لاگین کردم و حالا این فایل هایی هم که داشتیم دیگه نیازی بهش نداریم و میتونیم پاکشون کنیم. خب دوستان من از اون اول که اومدیم با هم دیگه دایرکتوری ها رو جدا کردیم و حجم دادیم، حالا میخوام بهتون نشون بدم که اون حجم به چه صورتی هستش و چجوری اعمال شده. کاری که باید کنید اینه که داخل /dev که مخفف دیوایس هست، اینو باید، حالا الان نمیدونم واضح هست یا نه، من یکم زوم میکنم که تو فیلم بزرگتر باشه. خب ls فاصله /dev /dev مخفف دیوایس های منه. خب دیوایس های حالا ویرچوالی، فیزیکی، هر چیزی که هست، یا خود سیستم یه سری چیزا رو میسازه که ما خب طبیعتا اینا رو که همه رو اد نکردیم و کاری هم بهش نداریم. ما با SCA ها کار داشتیم. ببینید هارد من SCA 1 SCA 2 و 3 و 4. من بوت داشتم، روت، هوم و سواب. 4 تا داشتم تا SCA 4. این یه جاست که میتونید ببینید. صفحه رو میخوام تمیز کنم، کلیر می نویسم. یه دونه دیگه هست با دستور سودو باید اجرا بشه. fdisk یه ابزار مدیریتی کامند لاینیه واسه مدیریت هارد شما. -Lش با سویچ -L به صورت لیست بهتون نشون میده. خب سودو اولین بار از من پسورد میخواد و میبینید 4 تا SCA من دارم
4 تا هارد دارم. اولی ستاره زده بوته، یعنی بوت لودر من الان اینجا، اطلاعات بوت سیستم من روی این هارده، روی SCA که خب سایزشو داره نشون میده. SCA 2 من میبینید 47.7 گیگ. 3 منم که هومم بودش، 2 رو من روت داده بودم، 3 رو هوم داده بودم و 4 منم که لینوکس سوپ من هست. این به صورت کامن لاینیش هست. یه برنامه دیگه هم داره برای بستر گرافیکیشه ولی نصب نیست، شما باید نصبش کنید. اسمش جی پارتت هستش، با سودو apt install جی پارتت نصب میشه. میبینی از شما سوال میپرسه، میگه حجمش اینقدره، نصب کنم یا نه؟ من یس رو میزنم، ایگرگ میزنم، وای و اینتر میکنم که البته مال اینترنتم قطعه. متاسفانه خیلی هم بد موقع اینترنت من قطع شد. ولی خب دیگه اینم وضعیت هاردهای ما هست و حالا ایشالله قسمت بعدی میریم سراغ یه مقدار کارهای خیلی ریز و تخصصی تره دیگه. ممنون که این بخشم با من بودید و امیدوارم که این آموزشم براتون مفید بوده باشه.